سفر اربعین با همه سفرهای زیارتی دیگه متفاوته. این بار قرار عاشقان رسیدن به تربت امام مسیر نجف تا کربلا رو پیاده برن، اونم تو گرمای تابستون. با این حساب شرط عقل اینه که اگر دچار بیماری‌های خاص هستیم و به طور واضح میدونیم که توانایی این مسیر رو نداریم، با توجه به تأکیدهای پزشکی زیارت کربلا رو به ایام خلوت‌تر و خنک‌تر موکول کنیم و از پیاده روی هم صرف نظر کنیم. بر اساس توصیه‌های پزشکی اگه یکی از این بیماری‌ها رو دارید، شرایط سفر پیاده روی اربعین رو ندارید. دیابت با زخم یا عفونت اندام، دیابت با مشکل کلیوی، بیماری قلبی و عروقی، بیماری نوسان قند، بیماری سرطان در حال درمان، بیماری آسم، بیماری حاد تبدار، بیماری واگیر در دوره فعال بیماری، زنان باردار، سالمندان بالای 65 سال، افراد دارای بیماری زمینه‌ای و مزمن، افراد دارای فشار خون بالای کنترل نشده، افراد دچار چاقی با ضریب توده بدنی بیش از 40، افرادی که در حال طی دوران شیمی درمانی هستند. یادتون باشه این یه سفر زیارتی و مستحبه. شرعاً مجاز نیستیم سلامتیمون رو به خطر بندازیم. مواظب خودتون باشید و التماس دعا. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.